سلام علیکم تماشابینان عزیز. این حال در نوار منظره های به نهایت زیبای دهه سری دشت از جمله زین العابدین، خنبی سوز، از همه با موضعی که در نقطه بلندترین جایگیر شدگی های پشته قلعانک میبینید. پشته قلعانک بچه ها چشمه داره، یک چشمه به نهایت چشمه آبی به مزه، یخش تا حاضر غلطیدگی نیست. خدا نصیب کرده باشه یخ این چشمه در عرفه های نوروزی خدا خواه میغلطه. باید برگه وقتی غلطنش انشالله که دوست بید کنیم با نوارش میگیریم. من که در نوار دیدستیم بچه ها که خوجه عبدالشهید رو پروینم دهی ما جاگیر شدگی های که خوجه عبدالشهید. من در سر یمی که در نقطه بلندترینش سال یک مرتبه عبدالستار علیموف میبریم جد یک پرچمه همراه هر سال ایواز میکنه. یک مرتبه سال یک مرتبه پرچم ایواز میکنه. ولی خدا نصیب کرده باشه پرچم هم به نوار میگیریم میپرتویم تماشاش میکنیم. امروز شنبه 26 فوریه 2022. کم کم در این بیدو بچه ها ابرابود که کنیم که پگه بروز استراحتیه بزای و ای کرونا میرسیم دیگه. کم کم همجا کار میکنیم. من برای شما جلوی یک موسیقی چه میمونم، موسیقی را گوش کنیم و ما ایده کار میکنیم. وقتی هم بیشه